علیکم همدیگران عزیز اعضای گروه انگور و باغ امروز 26 دکبر سال 2023 باشد و من قرار دارم در شهر دوشنبه از ترکیه من برگشتم. یک 10 روز شد. امروز ماشین ما خوشبختانه автомашинаи ما که از ترکیه ما با تاجیکستان نهار می آوریم برآمد و با طرف تاجیکستان سفر کرده است. خدا خواهد نصیب باشد بارهای ما ساخت سلامت در مدت از 20 تا 25 روز آمده میرسند و من به هر یک آن شخصانی که از من نهال درخواست کردند پیامک میفرستم که آمدن نهالشون را از وجود گیرند. اکنون من به شما باز درباره همون نوک دیویجی که من چند مرتبه ویدیو کرده تعریف کردم به شما نشان میدم. این نوک رو من 16 روز پیش از استانبول از بازار خریدم. این نوک رو بینید. من برای چی با نشان دادم که خشوگی نوک رو بینید. 3 تاش یک تا بالای ترلکه را گرفته است. این نوک رو من 16 روز پیش آورده بودم و تا حالا هم خیلی سخت ایستاده است. بینید این دو تا این 3 تاش باز ما یک تا همین رو میبریم و میچشیم که همین نوک چه خیلی است. هر یک این نوک و گمانم از 300 گرم زیاد است و حاضر یک تاش رو میبریم. در تنه‌اش نوشته جا دارد. از من خانم اگر چشمم گذارد میخونم میسوندگی که kafeteli meyveler meyveler meyvede Türkiye meyveş. Bismillahirrahmanirrahim olmuyor. Liman ehlina burama. Yaka burama ki buram. Juda kunam. Tuza kadar aşinam. من این میوه تازگی میوه رو بینید داخلش رو و اکنون من میچشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بی نهایت آبداری با مزه شدگی. این نوک هم خوردن باب هم برای بازار نست هم برای نگاهداری نست. سخن ندارم دیگر در خوبی این نوک. کدام از این نوک خریداری کرده است ما بیاریم خدا خواهد ماشین ما رسد دسترس کند و برد میکند. من داخلش بیرون علت من هم دیاران عزیز این بود پیشنهادی نوک دیویجی به شما برای آباد نمودن باغ‌ها و در خانه‌هاتان شناندن. این اگر شما بازار روید البته در بازار با چشم میخرن اول در اول بعد با زبان با چشم شما این رو خریدار این نوک رو انتخاب میکنند برای خریداری کردن. انا هم دیاران عزیز با چی بگم تمام در همجا درباره این نوک درختان این نوک دو نمود است. بلند درخت است و پولوکارلاکوی تا 3 متر می شود و با درخت عودی می شود. این وابسته از تک پیوندش است. آذوقتیت آبتیت همخیل نوک میگیرد. اگر شما پولوکارلاکویش کنید البته ستون زده سیم کشیدن در کور که در تنی سیم تکیه خورد چون که این خیلی نوکوی کلان است و این خیلی نوک بسیار کی است و اگر تکیه نداشته باشد میشکند. بعد از 3-4 سال این در بهره کلان میدراید و بسیار میبندد و برای همین ستون زدن در کور سیم کشیده تکیه کردن در کور این درخت نوک رو که میشکند. اگر کلاسیکش رو شنونید یعنی که درخت کلان میشتگش رو شنونید از دانه تک پیوند باشد با وی در کور نیست. لیکن با این پولوکارلاکویش البته یک ستون زده پایه کشیدن در کور که در 3-4 سالگیش چپه نشود. همدیگران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید. اگر از همین نوک ما بیاریم زیاد باشد از درخواست کردگی زیاد باشد به شما هم میرسد و تخمینا 100-200-300 دانه ممکن ما زیاد بیاریم که پولمون نرسید پولمون. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.